آلودگی هوا در تهران به حدی رسیده است که به گفته بعضی از ساکنان با بیرون آمدن از خانه احوال کس بد می شود. یکیش خودم بودم که تنگی نفس گرفتم با این هوا و نمیتونم فعالیتم بکنم با تو خونه انجام بدم. این نمونهش. وقتی من بیرون بی حالم، مثلا کسلم، حال خوشی ندارم. خب افراد مسن خانواده ما الان دچار سردرد، حالت هوا و سرگیجه اینا هستن. بچه‌ها هم حالشون خوب نیست، سرفه‌های عجیب غریبی میکنن. والا خود منم میام بیرون میبینم که اوضاع خوبی ندارم، یعنی از نظر تنفسی اینا به مشکل میخورم. هوا در تهران به حدی آلوده است که دیگر کوههای اطراف آن دیدن نمیشوند. در ویدیوهای خبرگزاری رایترز هم این احوال رو دیدن ممکن است. راستش بگم که افتضاحه. شما که پنجره باز کنی بوی دود میزنه زیر دماغت. کوه که نمیبینی، فقط یه پرده سیاه غلیظ میبینی که روزتو شروع میکنی. والا الان که دیگه عملا نخیر، یعنی نمیشه کوه رو دید و خیلی وقتا فاصله های خیلی نزدیکتر رو هم نمیشه دید. با توجه به این وضعیت نامناسب فکر میکنم خیلی سریع باید چاره‌ای اندیشیده بشه و این مشکل برطرف بشه. ماشین‌های زیاد، صنعت کهنه فرسوده، بی‌نظارتی و خشکسالی امسال آلودگی هوا نه تنها در تهران بلکه دیگر مناطق ایران را نظر به گذشته بدتر کرده است. آلودگی هوا از جدی‌ترین مشکلات است که بسیار از کشورهای جهان هم با آن روبرو می‌شوند، اما در ایران این مسئله به سطح یک بحران انسانی رسیده است. علیرضا رئیسی معاون وزیر تندرستی ایران بر رسانه‌های این کشور گفته است حجم خساراتی که بنابر مرگ‌های وابسته به آلودگی هوا به اقتصاد کشور رسیده است 17 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. با قول او سال گذشته تقریباً 60,000 نفر به سبب بیماری‌های فوتیدند که از آلودگی هوا یا بدتر شدند و یا خود آلودگی این مردم را کشته است.